داره اصلا تاجیکستان نیاین، اصلا به درد نمیخوره، نه دولتش نه مردمش. بسیار یک دولت پستی داره که انسانیت ندارن، یکی از بی‌شرفترین مردم دنیا. وطن دار، مردم تاجیکستان بی‌شرف نیست، بی‌شرف تو هستی. آلمان کتیت مشکل داره، فرانسه کتیت مشکل داره، کل اروپا کتیت مشکل داره، ترکیه کتیت مشکل داره، پاکستان کتیت مشکل داره، ایران کتیت مشکل داره که روز تی یا علی میگی و اما تو روز تا میگه دم کله کله کتی لغت میزنه. امروز ته در یک کشوری رفته که در افغانستان زلزله میشه، سیل زده میشه، هر گپی که میشه اولین کمکی میرسه از طرف اینمو مردم تاجیکستان است که یک مردم فقیر است، کشور فقیری دارن، اما بازم همیشه و همیشه در کنار مردم افغانستان بوده. تنها همسایه‌ای که ما کوچکترین ضرری از اونها ندیدیم اینمی تاجیکستان بوده، هیچ نوع ضرری نداشته و ما برای تاجیکستانی ها یک آفت هستیم، یک بلای طبیعی هستیم، چون همیشه افکار تروریستی از افغانستان تاجیکستان را تهدید کرده. امروزه در افغانستان در تاجیکستان داعش شکل میگیره، دلیلش طور ادامه است که این افکار مزخرف تروریستی را برده در بین تاجیکستانی ها ترویج میکنین. تاجیکستانی ها حق داره شما را زده در کله کله از کشورشون بیرون بکنه، افکار تروریستی رنت. زنده باد تاجیکستان، زنده باد مردم با عزت تاجیکستان. خودتان مشکل دارین، به خاطر مشکل خودتان دیگران را بد قضاوت نکنین، در موردش بد نگوین. یک همسایه خوب داریم که تا امروز در حق ما نیکی کرده، مردم تاجیکستان بوده، اونا را دشمن ما نسازین.